این رو در درون پختزار استعمال کردند. دانه همین روستنی که مردم آن را درخت هندی هم میگویند در فرخار سبب مرگ 2 کودک گفته می شود. 28 سپتامبر 6 کودک یک عائله را از دهه گلشن در حالت وزنین به بیمارخانه مرکزی ناحیه آوردند. یک کودک ما یاری اول رسوندیم نیکی بی نتیجه. طبیبان عزیزالله 6 ساله و سمیه 8 ساله را نتوانستند نجات دهند و 4 بیمار دیگر به شهر دوشنبه انتقال یافتند. یکی برای دویمش از دوشنبه آدم خبر کردیم، دیدن توصیه رو دادن. خیلی حالت بیمار در سبب که با خون زهر رفتگی بود، این حالت بیمار نیاید وزنی بعد خیلی تابعات را گرفتن لیکن به نتیجه. طبیبان میگویند والدین کودکان را بعد 2 روز استعمال دانه این روستنی زهرناک به بیمارخانه آوردند. از سبب که با خون زهر رفتگی بود، این حالت بیمار نیاید وزنی بعد خیلی تابعات را گرفتن لیکن به نتیجه. این عائله که 2 فرزند را از دست دادند و باز 4 نفر از آنها در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری‌اند، میگویند طبیبان به آنها بی‌توجهی کردند. از تنه هم بچه و یه دو کنده گفته با اکه محمدون خون میگیرن اما بچه بگیره همه خون اصل معلوم کنه پیشو بگیره معلوم کنه ای اکه محمدون خیلی کمبغل هم میدونی همه مثال کارو شد. حالا پدر کودکان فوتیده میخواهد طبیبان را به دادگاه کشد. روستنی کندوکت عادتاً در میان پختزار می روید و در دهه گلشن آن را قریب پیش هر خانه می بینید.